خاطره‌ها درباره پیغمبر هود علیه السلام. روایت‌ها درباره قوم عاد. در قوم عاد که در یمن زندگی می‌کردند، حرامکاری و خونریزی اوج یافته بود. این قوم خدای یگانه را فراموش کرده بودند و با پرستش بت‌ها مشغول بودند. شاید در روی عالم خدای تعالی با مثل این قوم آدمان بزرگجثه را نآفریده باشد. از همه آدم خرده‌شان 68 متر درازی قد داشت. سن به کمالات رسیدن آنها تنها بعد از 100 ساله شدن بود. این قوم عظیم جثه ها را ظالم با نام جلیل جم راهبری میکرد که درازی قدش 114 متر بود و مردم را آنقدر ظلم میکرد که آنها از او بغیر از عذاب و شکنجه چیزی را امید نداشتند. بعض وقت در قوم آنها در 100 سال یک نفر وفات میکرد. این بزرگ جثه ها عمری دراز میدیدند. برای به خدا ایمان آوردن و این قوم پیغمبر هود علیه السلام فرستاده شد، اما آنها دعوت او را رد کردند. نافرمانی این قوم تکبر باعث بدبختی آنها شد. با سبب زیاد بودن نسلشان و پرقوت و عظیم جثه بودنشان آنها فکر کردند که از جزا رها میشوند. باوری داشتند که هیچ کس به آنها غالب نمی براید. هرچند که حضرت هود علیه السلام آنها را به راه راست دعوت میکرد، آنها او را رد میکردند و او را سنگسار میکردند. همین خیل 70 سال گذشت، اما گمراهی آنها تا چند زیاد میشد. بعد حضرت هود علیه السلام از خدا خواهش نمود که زنهای این قوم بی نسل شوند و شماره آنها کم گردد. همان سال در بین آنها یگان طفل به دنیا نآمد. آنها فهمیدند که دعای حضرت هود علیه السلام قبول شد. از حساب بی‌پروایی این قوم بدبخت و آنها این معجزه هم تأثیر نکرد. خدای تعالی به آنها خشکسالی را آورد و 7 سال باران نبارید. از گرسنگی نیم قوم هلاک شد. در آن زمان در بین ایمانداران و بی ایمانان که به دشواری روبرو می شدند عنعنه بود که به مکه روند و از خدای تعالی نجات را طلب نمایند. از این قوم گروه جمع آمدند و به مکه رفتند تا که از خدا باریدن باران را طلب کنند. آنها در آسمان 3 ابر را دیدند، سرخ، سفید و سیاه. صدای از آسمان برآمد که از 3 ابر یکی اش را انتخاب کنند. آنها فکر کردند که ابر سیاه معنای باریدن باران را دارد. از همین سبب آن را انتخاب کردند. بعد از این آن ابر سیاه به یمن رفت. قوم عاد از دیدن این ابر سیاه خرسند شدند. با قدرت خدای تعالی با این قوم باران و شمال سخت وزید. به تنفس 7 شب و 8 روز گرداب و گردشمال شدت گرفت که درختها را ریشه‌کن کرد و خانه ها را خراب ساخت و هیچ کسی نماند که در پایش راست ایستد. حیات برای آنها طاقت فرسا شد. خدای تعالی این عظیم جثه ها را با باران آتشین جزا داد. آنها در بین حیات و مرگ قرار داشتند. عذاب آنها طاقت ناپذیر بود. مؤمنان هر روز ناله ها
و آه و فیغان آنها را می شنیدند. شمالی که برای عذاب دادن قوم هود بود و آنهایی که به هود باور کرده بودند ضرر نمی رساند. در آن وقتی که بتپرستان قوم عاد عذاب و رنج می کشیدند، مؤمنانی در بین آنها بوده زنده ماندند. از قوم عاد بغیر از آدمانی که به مدینه رفته بودند یگان نفر زنده نماند. در سن 150 سالگی حضرت هود علیه السلام دنیا را پدرود گفت: باز خدا داناتر است.